سلام به یوتیوب من، خوش اومدیم. بریم برای آموزش چند تا طرح ساده. رنگ مشکی، رنگ سفید، قلموی طراحیتون و اون پالت یا ناخن مشتری که میخواین طرح روش بزنید. من رنگ ساده انتخاب کردم. شما با هر رنگی میتونید این طراحی ها رو انجام بدین. من سفید رو روی پالتم زدم، گذاشتم خشک بشه توی دستگاه. الان میخوام یک گل رز براتون بکشم. همون جوری که میبینید با یه ویرگول ساده شروع میکنیم. حالت پرانتز هایی که از گوشه ها نازک میشن دور تا دور اون ویرگول رو پر میکنیم. این گل رزی که داریم میکشیم یه گل رزیه که کل ناخن رو در بر میگیره. شما لایه لایه اضافه میکنید. قسمت وسطش پهن‌تره و قسمت های گوشه هرچی میاد کشیده تر میشه. گل دوم یک گل خیلی ساده است. به همین شکلی که میبینید گل برگای گل رو میکشم و همون جوری که ژلم خیسه باقی گل برگ ها رم میکشم. خیلی گل راحتیه بچه ها. همون جوری که میبینین مثل تصویر بکشین. از یه رنگ دیگه، یه طلایی یا نقره یا یه رنگ شایندار برای بخش مرکزی گل گل بعدی که میبینید به گل 8 پر، 5 پر، 4 پر این اصطلاحات براش به کار میره. گل خیلی کاربردیه. شما میتونید همین جوری که من تو تصویر براتون کشیدم با نقطه اول نقطه ها رو مشخص بکنید، بعد گل برگ ها رو بکشید به صورت اشکی. میتونید مثل این حالتی که الان دارم براتون میکشم بدون گذاشتن نقطه گل برگا رو به شکل اشکی با هم دیگه بکشید. این مدل هم با داتینگ نقطه میذاریم. این هم همون گل رز اولی است ولی کوچیکش. رنگو به این شکلی که میبینید نامنظم میکشیم با یه رنگ دیگه به صورت دورانی تو همون حالت که خیسه داخلش شیار ایجاد میکنیم. برگ میکشیم، نقطه و تمام. تاپ کوت میزنیم، میره تو دستگاه و تمام. این طرحهای ساده و بیسیکی هستن. شما بیس کار رو که بلد باشید با خلاقیت خودتون میتونید ایده های مختلف بدید، رنگای مختلف بدین، جابجاشون بکنید. خلاصه مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودید.